حتی معتبرترین دانشگاه‌ها هم از مسئولیت پذیری در برابر آزار جنسی معاف نیستند. تعلیق یک کارمند ساینس پو پری به اتهام آزار جنسی. در دانشگاه معتبر ساینس پو پری یکی از کارکنان این مؤسسه که مسئولیت برابری فرصت‌ها را بر عهده داشته، به اتهام آزار جنسی به طور موقت از کار تعلیق شده است. بر اساس گزارش‌های یک دختر دانش آموز سابق که برای شرکت در آزمون ورودی ساینس پو آماده می‌شده، در تاریخ 12 دسامبر شکایت رسمی ثبت کرده و از ارسال پیام‌های متعدد و نامناسب از سوی این کارمند پرده برداشته است. پس از مطرح شدن این شکایت، مدیریت دانشگاه تصمیم گرفته است تا زمان بررسی کامل پرونده این کارمند را از وظایفش کنار بگذارد. دانشگاه ساینس پو اعلام کرده که موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و بر سیاست عدم تحمل آزار و خشونت جنسی تاکید دارد. چرا این خبرها برای جامعه مهاجرین مهم است؟ بسیاری از جوانان مهاجر، به ویژه دختران افغانستانی، برای تحصیل، آزمون‌های رقابتی و ادغام در سیستم آموزشی فرانسه به نهادها و افراد رسمی اعتماد می‌کنند. این خبر یادآور چند نکته مهم است. هیچ فرد یا نهاد آموزشی فراتر از قانون نیست. آزار جنسی حتی در محیط‌های علمی معتبر باید گزارش شود. سیستم فرانسه دست کم در سطح رسمی موظف و پیگیری و پاسخگویی است. آگاهی از حقوق فردی به ویژه برای دختران مهاجر بسیار حیاتی است. دانستن این موارد می‌تواند به مهاجرین کمک کند در صورت مواجهه با آزار سکونت نکنند و مسیرهای قانونی را بشناسند. به نظر شما، آیا دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به اندازه کافی از دانش آموزان و دانشجویان محافظت می‌کنند؟ نظر یا تجربه تان را در کامنت ها بنویسید. با آگاهی زندگی بهتری بسازیم. من شبنم فهیم و با خبر مهم دیگر در فرانسه برمیگردم. برنامه در فرانسه از وطندار را دنبال کنید.